رحیم جلیلی شهری خوجند با اشتراک رئیس ولایت سوغ رجب‌بای احمدزاده روبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر صاحبکاران و ساکنان محله سیردریا و معرکه آبادانی حسن آغاز بخشیده شد. اثنای صحبت با ساکنان محله تاکید گردید که امروزها در سراسر کشور عزیزمان محض با کوشش و دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت کارهای سازندگی با مرام ادامه دارند. در این سمت در ولایت سوغ بنیاد بیش از 10,000 انشاءات از جمله در شهر خوجند ساختمان و تعمیری زیاده است 500 انشاءات به نقشه گرفته شده است. واقعا شهر خوجند همچون مرکزی ماموری ولایت سوغ در زمان صاحب استقلالی خیلی آباد و زیبا گردیده همچون مکانی دوست داشته و تماشابا برای سیاحان نیز تبدیل یافته است. در انجام کارهای سازندگی در برابر سهم مقامات دولتی همزمان تشبث صاحبکاران باننگ ناموس و ساکنان وطندوست شهر نیز نظر است می‌باشد. در معرکه عمومی نهالشینانی در شهرهای خیابان رحیم جلیل بیش از 140 بیخ نیالهای 6 متری نادری نوی مگنولیا شیانده شدند. تاکید گردید که در آینده نزدیک خیابان رحیم جلیل با نظرداشت طلبات زمان معاصر به یکی از گلگشت‌های نمونوی در شهر مبادل گردیده مرحله به مرحله تمام خیابان‌های شهر با چنین اصول زیبا گردانده می‌شوند. امروز با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امومعلی رحمان در همه جا کارهای آبادانی دوام داده ایستاده است. از اون جمله در شهر خوجند کوچه رحیم جلیل امروز کارهای آبادانی را سر کردیم. رحیم جلیل این یکی از کوچه‌های مرکزی شهر خوجند می باشند، یکی از کوچه‌های زیباترین می باشند و در آینده از این هم امیدوار هستیم که زیباتر می شود. رئیس ولایت سوغ رجب‌بای احمدزاده از صاحبکاران نامدار شهر دعوت به عمل آورد که جهت آبادانی و خرمی کوچه و خیابان‌های شهر سهمگذار باشند. بنا به تاکید متخصصان ساحه مگنولیا به نماد رسانه‌های گلداری قدیم تعلق داشته از روی زیبایی برگ‌ها و گل‌هایش ناتکرار بوده بوی خاص دارد. مگنولیا به گروه درختان بلند آرایشی منسوب بوده اساساً آن را در گلگشتان می‌شناسند. مگنولیا یکی از درختانی است که با گل‌های بین‌نهایت زیبای خود باغ‌های استراحتی عالم را زیبا و آرام می‌دهد و آن را درخشان جلو می‌بخشد. این درخت از خود بوی معطر لیمو صادر می‌نماید. آن زیاده از 70 نمود داشته با تاج وسیع پیرامیده می‌تواند از 8 تا 20 متر قد کشد. وابسته از گوناگونی گل‌های این درخت می‌تواند سفید، گلابی، ارغوان و سرخ باشند. این نمود درخت در فصل زمستان نیز تاب‌آور می‌باشد. کارخانه واحدی کمونیلی خدمترسانی نقلیات سنی شهر خوجند همه روزه بحر تازه و آزادانه گردانیدن شهر از پرتاب‌های سخت معیشی فعالیت می‌برد. همه روزه از طرف کارگاه در 3 بس فعالیت نموده از کوچه‌های مرکز و حدودی شهر پرتاب‌ها به مقدار 650 متر مکعب کشانده و به پرتابگاه شهری خوجند برآورده می‌شود. شهروندان خوجند شهر نیز سعی و کوشش نموده ایستاده‌اند که تا بیشتر برای مدنیت پرتاب‌هایی را رعایت کردند و برای تازگی شهر حصه خود را گذاشته ایستاده‌اند. واقعا شهر خوجند همچون شهری تازه و آباد شناخته شده بود و امروز نیز مسئولین و ساکنان عزم دارند که این شهر قدیمه باز هم آباد و شکوفان باشد. طبق نقشه سالی جاری در شهر خوجند نزدیک 656,000 بیخ پیازک گل لاله، 510,000 بیخ گل‌های گوناگون آرایشی، 5-6 نمود پیتونیا و 2,000 بیخ نیال‌های آرایشی شیانده شدند. امروز کوچه و خیابان‌های شهر خوجند خیلی زیبا گردیده دیدن آن به کس روحیه تازه می‌بخشد.